یک منطقه مرموز توی اقیانوس اطلس وجود داره، جایی که بیشتر از 1000 کشتی و هواپیما رو بلعیده و جاییه که قطب نماها دیوانه‌وار میچرخن. امواج غولاسا ناگهان ظاهر میشن و هیچ کس نمیدونه چه نیروی مخوفی پشت این اتفاقاته. اینجا مثلث برموداست، جایی که علم و رمز و راز به همدیگه میرسن. مثلث برمودا که به اون مثلث شیطان هم میگن، منطقه‌ایه توی اقیانوس اطلس بین 3 نقطه جغرافیایی میامی، پورتوریکو و جزیره برمودا. این منطقه بین 1,300,000 تا 3,900,000 کیلومتر مربع وسعت داره و به خاطر ناپدید شدن مرموز کشتی‌ها و هواپیماها مشهور شده. اما چرا تا این حد ترسناک؟ بیایید با چند تا اتفاق معروف که اونجا افتاده شروع کنیم. یکی از معروفترین حوادث مربوط به مثلث برمودا ناپدید شدن پرواز 19 در سال 1945. 5 هواپیمای نیروی دریایی آمریکا در حال انجام یک مأموریت آموزشی بودند که ناگهان ارتباطشون قطع میشه و هرگز پیدا نمیشن. حتی هواپیمای نجات بخشی که برای جستجوی اونا فرستاده شد ناپدید شد. داستان دیگه ای که باعث شد مثلث برمودا به یه افسانه تبدیل بشه، ناپدید شدن کشتی USS توی سال 1918. این کشتی عظیم با 309 قدمش بدون هیچ رد پایی گم شد و تا امروز هیچ اثری از اون پیدا نشده. این حوادث تنها بخش کوچکی از رازهای مثلث برموداست. اما چه چیزی باعث این ناپدید شدن ها میشه؟ بعضیا معتقدن که مثلث برمودا محل فعالیت بیگانگانه و بعضیا هم فکر میکنن که شهر گمشده آتلانتیس زیر اونجا قرار داره. آتلانتیس یه شهر افسانه‌ایه که گفته میشه هزاران سال پیش در اعماق اقیانوس غرق شده. این شهر که توسط فیلسوف یونانی یعنی افلاطون توصیف شده، به عنوان یه تمدن پیشرفته و فوق‌العاده ثروتمند شناخته میشه. بعضیا معتقدن که آتلانتیس در واقع در منطقه نزدیک به مثلث برمودا قرار داشته و انرژی‌های مرموزی که از اون ساطع میشه باعث ناپدید شدن کشتی‌ها و هواپیماها میشه. حتی بعضیا میگن که این منطقه یک پورتال به بعد دیگه است. اما آیا این تئوری‌ها واقعیت دارن یا در حد خرافاتن؟ دانشمندا هم نظریه‌های مختلفی برای توضیح حوادث مثلث برمودا ارائه کردن. یکی از این نظریه‌ها وجود گاز متان در کف اقیانوسه. وقتی این گاز آزاد میشه میتونه چگالی آبو کاهش بده که باعث غرق شدن کشتی‌ها میشه. همچنین جریان‌های اقیانوسی قوی و طوفان‌های ناگهانی میتونه برای هواپیماها و کشتی‌ها خطرساز باشه. علاوه بر این، خطاهای انسانی و مشکلات فنی هم میتونن نقش مهمی توی این حوادث داشته باشن. اما با وجود این توضیحات هنوز بسیاری از رازهای مثلث برمودا حل نشده. یکی از سرنخ‌های جالب و نظریه‌های علمی جدید که دانشمندان کشف کردن اینه که یک دهانه آتشفشان بسیار عمیق و بزرگ در مثلث برمودا وجود داره که این دهانه تمامی کشتی‌ها و هواپیماها رو به درون خودش میکشه و به دلیل فشار بیش از حد کف اقیانوس اونها رو تیکه تیکه میکنه. مثلث برمودا پر از حقایق جالبه. مثلا آیا میدونستی که بیشتر از 50 کشتی و 20 هواپیما توی این منطقه ناپدید شده؟ یا اینکه توی برخی گزارش‌ها حاکی از اینه که قطب نماها وقتی به این منطقه میرسیده دور خودش میچرخیده و حتی امروز هم مثلث برمودا یکی از مرموزترین مکانهای روی زمینه. نظر شما راجبش چیه؟ حتما داخل کامنت ها بنویسید. اگه از این ویدیو لذت بردید حتما اون رو لایک کنید و برای دوستان خودتون هم به اشتراک بذارید. فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا ویدیوهای مرموز بعدی. خدا نگهدار.